جمع شویم. به نام خداوند بزرگ متعال، من محمد فرزند جلالدین، تعلیم صنف پنجمی جیم لیسه عالی خصوصی الازهر، با اجازه محترم مدیر صاحب عمومی، مدیر صاحب اجرایه، انچارج صاحبان، سرمعلم صاحب، استادان گرامی، مهمانهای عزیز و شاگردان قند، در قدم اول در حضور محترم شما تحفه نبوی تقدیم می کنم که عبارت عن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم دوم در حضور محترم شما می خواهم که یک شعر دری درباره پدر است تقدیم کنم. خدا کند که خوشتان بیایند. پدرم ای پدر شیرینم، سوی تو شام و سحر میبینم. قصه گفتی زی گل باغ و بهار، قصه از آب روانجی و کنار. هر حرف تو به من پنده شد، طلبم باز به لبخنده شد. راحت زندگیم از تو بود، بخت و بندگیم از تو بود. گل گفتار تو میریزد و من میشم بر سخن رنگی چمن. دوست میدارمت ای مایای عمر، دوست میدارمت ای سایه ما. از توجهتان بسیار زیاد تشکر.